آقا چاکر رفقا، ما 5 ساعت اومدیم، 14 ساعت دیگه مونده. یه اتفاق جالب افتاد. من و حاجی زیاد از تکنولوژی سر در نمیاریم. این ماشین همین کادیلاکه، فکر کنم مال مثلا 1 سال پیشه. یه چیز جدید من حاجی توش پیدا کردم. حاجی میگه آیسان نذار، میگه آبروی ما میره. میگه همه دارم ما نمیدونیم. یهو داشتم میرفتم اینو زدم. کدوم بود؟ اینو زدم. بعد دیگه خودش سر پیش میشینا فرمون رو ول میکردی خودش میرفت. وایسا الان مثلا میخوام بهش بگم بره چپ، اینجوری میکنم میره چپ. ولی جدا از شوخی به خدا راهنما رو میزنم الان میره چپ. نه کن. نه الان من میخوام بگم بره چپ. نه کن.